شاید باورت نشه ولی نتایج این آزمایش علمی شما رو شوکه میکنه. در سال 1994 یه دانشمند ژاپنی به اسم دکتر مارو ایموتو یه آزمایش روی آب انجام داد تا نشون بده کلمات چطور روی زندگی ما تأثیر میذارن. نتایج حیرت انگیز بود. اون چند تا بطری آب برداشت و از دانشجوهاش خواست انرژی منفی بهشون بدن. با گفتن کلماتی مثل ازت متنفرم، تو شیطانی، تو احمقی و از اینجور چیزها سری بعد از دانشجوهاش خواست به بطری‌های دیگر انرژی مثبت بدن. با گفتن کلماتی مثل دوست دارم، ممنونم، سپاسگزارم و از این قبیل همه بطری‌ها رو منجمد کرد و از هر کدوم نمونه برداشت و زیر میکروسکوپ دید. سری اول با گفتن کلمات منفی به یه ساختار متراکم و زشت تبدیل شدن و اونایی که کلمات مثبت داشتن به شکل کریستال با یه ساختار زیبا و هماهنگ در اومدن. آب حافظه داره و 85% بدن شما از آب تشکیل شده و مغزتون حتی آب بیشتری داره. پس وقتی به خودتون چیزهای منفی میگین روی تک تک سلولهای بدنتون تأثیر میذاره، چون اونا دارن به شما گوش میدن. عادت کنید فقط چیزهای مثبت درباره خودتون بگید و اگر میخوای بدونی چطور کلمه آب رو کامنت کن، توضیحات برات ارسال میشه.